سرایندگان و رقاصه های فاسق، شما پیروان شیطان در روی زمین هستین. شما خودتان هنرمند مینامید ولی عملتان فساد و پهن کردن فحشا و بی‌حیایی در جامعه می باشد. آیا شما مسلمان هستین؟ آیا از روز حساب و کتاب نمی ترسین؟ شما دعوتگران راه فساد هستین. در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند: هر کس مردم را به گمراهی دعوت کند، گناه کسانی که از پس او روند بر دوش او نیز خواهد بود. شما با صحنه‌های حرامتان جوانان را از راه بیراه کرده به سوی گناه کشیدین. دانسته باشین هر فسق و فجوری که به سبب شما در جامعه پهن می شود، گناه آن اول در نامه اعمال شما نوشته می شود. هر جوانی که به سبب شما برای فساد می رود، شریک گناه او می شوید. الله تعالی در آیه 32 سوره اسراء می فرماید: به زنا نزدیک نشوید، زیرا آن کاری بسیار زشت و راه بد است. البته به این فسادکاری های شما سرایندگان فاسق، زنان و مردان این ملت به فساد و بی‌حیایی و به زنا و شراب نوشی و دیگر کارهای غیر اخلاقی کشیدین. شما بی‌حیاها ملت شریف تاجیک به فساد کشیدین. الله تعالی خارتان کند. ای زنانی که شما با سرایندگان و مردان نامحرم می رقصین، هیچ عفت و پاکدامنی و عزت و شرف در شما دیدن نمی شود. سببش او همیواری سرایندگان فاسق می باشند. شما زنان بی تربیت، پدران و برادران خودتان دیوز کردین. اگر از این راهی بد نگردین و توبه نکنین، روز قیامت با زن ابو جهل و زن ابو لهب حشر میشین. دانسته باشین.